همه میدونیم جنگ چیز خوبی نیست و وقتی جنگ در میگیره مصیبت پشت مصیبت بار میاد. مصیبت هایی به بار میاد که جنگ در مقابل اونها هیچه. اگر ویدیوی جوزف منگله رو دیده باشید، یه دونه از همین مصیبت هاست. مصیبتی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. جنگی که مصائب زیادی رو به دنیا تحمیل کرد. تنها نازی‌ها نبودن. در همون جنگ یه جای دیگه وجود داشت، اون سر دنیا. یونیت 731 ژاپن. در زمان جنگ جهانی دوم، ژاپن یکی از قدرت‌های دنیا بوده که نیمه شرقی دنیا رو کنترل می‌کرده. ژاپن بین کشورهای متحد قرار داشت که در مقابل متفقین می‌جنگیدند. در اون زمان شرق چین و فیلیپین و کره ها و قسمت‌هایی از روسیه تحت کنترل ژاپن بوده. پس اون موقع قسمت شرقی چین دست ژاپن بوده و یونیت 731 هم در چین امروزی بوده. در واحد 731 ارتش ژاپن آزمایش‌های بیولوژیکی و شیمیایی انجام می‌شد. اینجا یک آزمایشگاه به خصوص بوده. اگر شما به آزمایشگاه‌های دنیا سر بزنید، در تمام اون آزمایشگاه‌ها تمام تست‌ها روی موش‌های آزمایشگاهی انجام میشه. اما در یونیت 731 درست مثل آشویتز تمام آزمایش‌ها روی انسان انجام می‌شده. باید بدونیم که یونیت 731 در اصل یک زندان بود. زندانی بود که تبدیل به آزمایشگاه شده بود و در عرض 5 سال، یعنی از سال 1940 تا 1945 400,000 نفر رو اینجا کشتن. اما در بین این 400,000 نفر 3,000 نفر جدا شدن که آزمایش‌های خیلی مفصلی روشون انجام بشه. این 3,000 نفر اکثریتشون چینی بودن. یه مقدارم کره‌ای، مغول و روس هم توشون بوده. معلوم نیست مبنای انتخابشون چی بوده و این 3,000 نفر رو برای چی از بقیه جدا کردن. یکی از آزمایش‌هاشون آزمایش سرماست. آزمایشی که منگله هم دنبالش بود، چون بزرگترین مشکل سربازان اون دوران سرما بود و تو سرما فلج می‌شدن. برای همین می‌خواستن یه کاری بکنن که انسان‌ها سردشون نشه. در هوای بیرون از آزمایشگاه هوا خیلی سرد بوده. اونها با لباس زیر طرفو می‌بردن بیرون و به زور تو سرما نگهش می‌داشتن تا جایی که بدن شروع کنه به یخ زدن. وقتی که به اون مرحله می‌رسید می‌آوردنش تو که دکتر آزمایش کنه و ببینه چی شده. اون چند نفری که از این جهنم زنده اومدن بیرون تعریف میکنن که اونها آدما رو میبردن توی سرما و برای اینکه سریعتر شروع کنن به یخ زدگی آب سرد میپاشیدن روشون. در مواقعی که طرف در حال یخ زدن بود، یه دونه از سربازا یه چوب دستش میگرفت و میزد به بدن زندانی که داره یخ میزنه. مبنای کار اونها این بود که اگر صدای طبل میداد، یعنی تقریباً آماده تسته، میبردنش تو. کسی رو که میبردن تو تقریباً مرده بود، اما دکتر میخواست با روش‌های مختلف اونو زنده کنه و بفهمه که چجوری میشه یه یخزده رو زنده کرد. برای آزمایش‌های مختلف روی این یخزده‌های فلک زده روش‌های مختلفی داشتن. گاهی به یک باره آب گرم میریختن روشون. در بعضی آزمایش‌ها آب جوش میریختن رو طرف. بعضی از این 3,000 نفر انتخاب می شدن برای مریض شدن. یه چیزایی به زور به خوردشون می دادن تا مریض شن. بعد که مریض می شد می بردنش تو اتاق عمل. بدون داروهای بیهوشی طرف رو باز می کردن. اونا فقط می خواستن بدونن این بیماری تون بدن داره چیکار می کنه. وقتی بدن طرف رو میشکافتن معمولاً از درد میمرد. فعالیت بعدی واحد 731 تست بیماری‌های مختلف بوده. اونها برای این نوع آزمایش به تعداد زیادی آدم احتیاج داشتن که اون بیماری رو گرفته باشن.
برای همین آدم‌های داخل آزمایشگاه کفاف نمیداده. اونها مایع‌های بیماریزا درست می‌کردن و با هواپیمای سمپاش روی شهرهای کوچیک چین اسپری می‌کردن. بعد اون شهر رو می‌گرفتن زیر نظر که ببینن اون بیماری چیکار می‌کنه. اونها سیر بیماری رو قشنگ بررسی می‌کردن و بعضی از افراد این شهرها رو هم می‌بردن داخل خود واحد. اونها هدفشون برای تست بیماری روی شهرها این بود که آزمایش کنن که ببینن اگر ارزش داره این کار رو روی شهرهای دشمناشون مخصوصاً آمریکا آزمایش کنن. اونها میخواستن مواد بیماریزا رو با بالون بفرستن رو آمریکا. خب برگردیم به یونیت 731. ژاپنی‌ها یه اخلاقی دارن، دوست دارن هر کاری که انجام میدن تاثیرگذار باشه و یه جورایی عالی باشه. برای همین اونا میخواستن بهترین اسلحه ها رو بسازن و برای تست اسلحه ها از همین زندانی‌ها استفاده میکردن. با تفنگ‌های مختلف از فاصله‌های مختلف زندانی‌ها رو میزدن که ببینن این تفنگ از چه فاصله‌ای موثرتره. نارنجک‌های مختلف رو با فاصله‌های مختلف از زندانی منفجر میکردن. گازهای مختلف و همینطور. مثلا میخواستن بدونن این گاز از چه فاصله‌ای میکشه. یا انسان‌ها در مخازن تحت فشار چجوری دووم میارن. یه زندانی رو میکردن تو مخزن تحت فشار. کسی که میبردن داخل این مخزن اول از همه چشماش از حدقه در میومد، بعدم میمرد. جالب این بوده که دانشگاه‌های ژاپن هم دانشجوهای پزشکیشونو برای آزمایش روی انسان‌ها به این واحد میفرستادن. یه دونه از دانشجویان ژاپنی در این باره اعتراف کرده. اون گفته به ما گفتن برای گرفتن مدرکت باید بری چین و روی آدم‌های واقعی امتحانتو پس کنی. به بعضی از آدم‌ها سفلیس میدادن و یک زندانی دیگه می آوردن و میگفتن باهاش سکس کن که ببینن سفلیس چجوری منتقل میشه. یک مرد سفلیسی رو با زن جفت میکردن و میگفتن باید حامله بشه. میخواستن ببینن بچهشون چی میشه، اونم سفلیس میگیره یا اینکه نمیگیره. یه جورایی اینا روی جوزف منگله رو سفید کردن. تعداد زیادی بچه تو این آزمایشگاه به دنیا اومد ولی هیچ بچه‌ای زنده خارج نشد. چون وقتی بچه به دنیا می اومد حتما براش آزمایش داشتن. آزمایش‌های مختلف که توضیح دادنشون زیاد جالب نیست. خود ژاپن سالها بعد اعتراف کردن که چه آزمایش‌هایی رو در یونیت 731 انجام میدادن. اینایی که ما توضیح دادیم اونا قبول دارن و میگن این کارا انجام شده و تازه 4 قلم دیگر هم اضافه کردن. اونها میگن بعضی از زندانی‌ها آزمایش‌های رادیواکتیو میشدن. یعنی پرتوهای رادیواکتیو رو به طرف میتابوندن که ببینن چه اثراتی میذاره. یکی دیگه این که خون انسان رو تخلیه میکردن و به جاش خون حیوانات رو میزدن که ببینن اون آدم با خون حیوان چی میشه. دیگر این که آب شور دریا رو تزریق میکردن توی بدن طرف. و در آخر این که اونا خودشون میگن در اینجا بعضی از آدم‌ها رو زنده آتیش میزدن تا ببینن چه فعل و انفعالاتی اتفاق میافته. باورتون میشه بعضی از آدم‌ها چقدر بدن. بیخود نیستش که چینی‌ها و کره‌ای‌ها به ژاپن میگن تو باید عذرخواهی کنی. آلمانی‌ها برای کارهای نازی‌ها عذرخواهی کردند. اما ژاپنی‌ها از هیچکی فعلا عذرخواهی نکردند. حتی از چینی‌ها که بیشترین ظلم بهشون شده عذرخواهی نمی‌کنن و تازه به کسانی که این کارا رو انجام دادن هم احترام میذارن و ازشون به نیکی یاد میکنن.